فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و بیننده در رابطه با شب قدر و رکعات و نمازی که در شب قدر خونده میشه پرسیدن که چند رکعت باید در شب قدر خوند و در هر رکعتی چند مرتبه سوره قدر رو خوند؟ ما نمازی به عنوان نماز شب قدر نداریم. درست. این من به خدمت بینندگان عزیز و ارجمند این نکته رو توضیح بدم که نمازی که به عنوان نماز شب قدر باشه در هیچ یکی از روایات رسول الله وجود نداره. درست. در هیچ یکی از کتاب‌های فقهی مذاهب اربعه اهل سنت و الجماعت وجود نداره. نه حنفی، نه مالکی، نه شافعی و نه حنبلی. مطلقاً چنین چیزی اصلاً وجود نداره. اگر در برخی از مناطق چنین تبلیغاتی شده این واقعا بدعتی هست، ناجایز و ناروا هست. نمازی که در مخصوص شب قدر باشه و کیفیت مخصوصی رو داشته باشه که چند مرتبه سوره فاتحه رو بخونید، چند مرتبه سوره قدر رو بخونید، چون این نمازی مطلقاً وجود نداره و هر کسی که چون این نمازی رو هم بخونه در واقع مرتکب یک کار بدعت و نوآفرینی در دین شده که حرام و ناجایز هست. نماز به صورت کلی در شب قدر و در غیر شب‌های قدر جایز هست و تشویق و ترغیب شده که نماز بخونید. دقیقاً همین نمازی رو که شما در روز میخونید به صورت دو رکعت میتونید نماز بخونید. در هر رکعت یک مرتبه سوره هم و یک سوره به هر اندازه‌ای که میتوانید بخونید و نماز بخونید. اما نمازی که مخصوص شب قدر باشه، تعداد رکعات مخصوصی رو داشته باشه، کیفیت مخصوصی رو داشته باشه، قرائت مخصوصی رو داشته باشه، مطلقاً چنین نمازی در مذاهب تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت چنین چیزی مطلقاً وجود نداره.